حادثه دلخراش ترافیکی ولی جازی در ژرمنی و خداحافظی ولی جازی از هنر آوازخوانی. دلیل این حادثه ترافیکی چی بوده است؟ ولی چرا و چگونه از هنر موسیقی خداحافظی کرده است؟ پیام علاقمندان و طرفداران ولی جازی برایش. من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. صحت و سلامتی ایام و کابتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. ولی جازی هنرمند با استعداد، موفق، هنرمند پاپخوان افغانستان است که شهرت و محبوبیت ولی جازی در میان هنرمندان افغانستان خوب می درخشد. ولی جازی نه تنها علاقمندانش را در میان فارسی زبانان مردم افغانستان دارد، اما مردم ایران هم از جمله علاقمندان خاص ولی جازی می باشد. ولی جازی از ولایت زیبای هرات می باشد و بزرگ شده کشور ژرمنی است. کارهای هنریش چنان در میان مردم افغانستان گل می کند که ولی را همه خرد و بزرگ مردم افغانستان می شناسند. ولی جازی چند قبل در کشور امریکا در کنسرت بزرگ هنرمندان افغان اشتراک کرد و آهنگهای جدیدش را اجرا کرد. اما این روزها خبرهای دست به دست می شود که ولی جازی در کشور ژرمنی در یک حادثه ترافیکی یک دست و پایش را از دست داده است و در حالت خیلی بدی در شفاخانه بستری است و به همین خاطر از تمامی دوستداران و علاقمندانش طلب بخشش و نیایش کرده است و آرزو دارم ولی جازی به زودترین فرصت صحت و سلامتی خود را دوباره به دست بیارد و خبرهایی که گویا ولی جازی از هنر موسیقی دوری گزیده است کاملا دروغ و بی بنیاد می باشد. من آرزوی صحت یاب شدن برای این هنرمند دارم. دوستان نهایت عزیزم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان ولی جازی به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای هر یک از شما نازنینان آرزو دارم. تا درود دیگر همه تان را به الله منان میسپارم. شاد و خرم باشید.